بسا انسان‌هایی هستند که در یک مقطع قدر لاف کلانی از هدایت و دینداری و نفهم چی را میزنن، چند روز بعد ببینین به حدی تغییر میکنه و تبدیل میکنه که در موقعیت قرار میگیره که خودش روز قبل و موقعیت را کفر میکنه. وقتی گاهی وقتا از بحث از دین اومد کاتش گپ زدن نمیتونستی دیگه، اون شور میخودی که یک کنتراکت عجیب و غریب داشت، دیگر روز خودش در مورد انحراف واقع شد. پس انسان باید این گپ برای ما درس بده. یعنی نیست چرا دیگرها در انحرافات خطرناک واقع میشن، در گمراهی‌های واضح واقع میشن، اسباب اینا چیست و آیا ما هم در اون اسباب واقع نیستیم؟ اینها را از خود دور بکنیم و اگر دور نکنیم به حالت خود بترسیم که ما وقتی میبینیم خیلی از انسان‌ها گمراهی‌های علنی را، کفرهای بواح را نمیبینن، چرا قلب‌هایشون کور شده؟ اسباب معنوی کور شدن قلب‌هایشون چیست؟ چرا مفاهیم آیات را واضح درک نمی‌کنن؟ چرا نصوص شرعی را تطبیق غلط میتن، بی جای تطبیق میتن؟ خیلی از وقتا واضح یک نفر میفهمه برش استدلال میکنه به یک نص، برش میگه که این جای در کجا هست، چرا متوجه نمیشه؟ تعصب کورش کرده، تعصب کورش کرده واقعا. پس انسان باید متوجه این نکته باشه.